بگی این رقمی چنده؟ 2 مالدس رقم بگم چونه میدانم میدانی رقم چنده؟ 2 1 2 3 آفرین بعد تولد شدن تا 3 سال که نمیدانستم که اینا به حساب کسلم. بسیار بچه های سالم و خوب بودن، هیچ کس باور نمیکرد. بعد 3 سال دیدم که اینا راه نمیگردن. رفتیم در کشور ایران برای خودم هم سوخته بودم. پسر کلانی مرا سوتر گیره. بعد ایره دکتر بردیم، دکتر به من گفت که پسرت عقلانی معیوب است، مغزشان کار نمیکنه، احتمال راه نگرده. یعنی بعد 400 به راه آمد، بعد 4 سالگی راه گردک شد. بازم بسیار توبت، بسیار دکترها دیگه من از خودم فراموش کردم، درد خودم تماما فراموش شد. پاکستان بردیم، به همه کشورها ما بردیم برای توبت همین کار کردیم، زن شوهر برای توبت همین کودک تا 11 ساله شد. بعد 11 ساله زمین بسیار می‌لرزید، زمین غلطید بالاخره پاش دستاشم فلج شد، عقلش کمتر، ولی زبانش قدر بسیار کار نمیکنه، خوشو گپ زنن نمیفهمی حرفا رو. درباره بگوی این چی هست؟ میمون. این میمون است. میمون به چه علاقه‌مندی داره؟ بنان. آفرین. میمون چی را دوست می‌داره؟ بنان دوست می‌داره ها؟ که غیر از بنان یگان چیز دیگه می‌خوره؟ نمی‌خوره. البته می‌خوره. که افغانستان خودش یک کشور جنگ دیده هسته، مشکلات در زندگی اونجا بسیار است. برای همین که من کودکای معیوب داشتم، مشکلات من بسیارتر از همه بود. میدانید خودتان که کسی که معیوب داشته باشه چه قسم زندگی داره و در جایی که شرایط زندگیش خوب نباشه، مجبور بودم خود انتقال بدم در شهر بهترتر از اینکه من با اینا زندگی کنم و آینده کودکم خوب شوم. خودم سحر کار میروم، اینه که اوشم طرف بچه‌ام میشم، دخترکم تا چاشت اونا را نگه میکنه، بعد چاشت میره و اون مکتب میگه هر دوشان به تنهاییش زندگی را همینقدر پیش میبره. اگر من یگان ظرف کاسه بشویم با من یاردم میکنن، اگر یگان غذا بپزم با من یاردم میکنن، خصوصا هم بچه میدم با زانوش گشته مادر جان ما به تو یاردم میکنن. میگه من نمیگویم نکن، بیا بکن، میگم بیا، میکنن همه با من برای که کار خودشان یاد بگیرن. من نیستم بتونن زندگی را پیش ببرن، من نیستم بتونن لباسشون بپوشن، بتونن یک غذا به خود جور کنن، نه که خوشبختانه میکنن. میلا جان تو چی زیاد دوست داری بخوری مامان جان؟ پیاز؟ بیاکایی حقیقت همه قسمت پیاز خودت کتنان میخورم، پیاز بسیار دوست میدارم. اگر غذا پخته میکنم به دسترخوان میارم میگم بخور، میگه پیاز نیست من نمیتونم بخورم. این بسیار به کار خانه با آشپزی ظرفشویی بسیار علاقه‌مند زیاد. اگر یگان ظرف ناششتم جمانه و خواهرش نگه نمیکنم، خودش دیگه آستینا را بالا میکنه، تیز میشه در جاش میمونه، تازه همه جا را تازه میکنه. بعد میگه مادر جان بگو خیر ببینی. چون اینکه او تا ساعت 3 شب 6 درس میخونه، در اینقدر خستگی که داره، اینقدر پیاده روی که در مکتب ای داره، به حد خسته است. در همون وجود هم برادرش شانده سرود میخونه، ترانه میخونه، شعرها را میخونه. میگه حداقل مادرم یک کلمه را اینا بدونن بس است. یا که قرآن باز میکنه، این بچه میدکی مول تنها قل والله را یاد گرفته، قل والله احد میخونه تکرارا خود حیران میشم که دخترک خودش خسته مونده چه قسم به این بچه‌ها میرسونه. بازم احساس خرسندی میگم خداوندا تو ایره برای من یادم چی دادی. پیش همه میلا آقا من و نصیب و قسمت ما اینا با طریق خوشی عدیت از اینا رو انشاءالله
تا این صد وش کردم وش میکنم چی نگه دستم بیای توان ما باشه ولی زنم کمک میکنم مثلا از خانه چیزی نمیاموزم با مکتب چیزی باشه که اونجا بیاموزم برم مثلا درس میخونم 4 تا میبینم یعنی ما برای میام حساب از افغانستان هم تا آوردم اینا اونجا میفهمی جنگ شرایط اونجا خیلی تقاضا نمیکنه با این بچه‌های که اونجا باشه کسی نمیشه که جمع جوری کنه مجبوری مردم از به اینجا آمدم که بچه‌ها پیشرفت بکنم حقیق نمونم اول این بچه یک روز گفتم نان نداریم میتونی نان بخری میره برای سنجش ها میتونم خودش کالسکر پیش کرده در مغازه رفته 5 تا نان خرید آورده ازدادشم پس گرفته انا مادر جان 5 تا نان یا ازدادش دلم جمع شد که انا تونس کردم همیشه در جای کار میروم یا به هر جایی برم فکر نمیکنم که من یگان غم دارم در خانه یگان مشکلات دارم در خانه یا یگان بچه اینولید دارم وقتی برشان میگم میخندن میگن بروید نمیاره چون که همیشه خرسان میگم میخندم فسان میکنم نمیفهمن که من در دل چقدر غم دارم سنجش خداوند است بندش خداوند میسنجه که اگر من از این بچه ها ناراض باشم یا غم بخورم گریه کنم خداوند میگه تو به داد من خرسان نیستی نعمت است اینا برای ما نعمتایی به تو دادم آدمایی هستن که حتی کودک ندارن میمونن در غم یک تا کودک خداوند اوره میرم به من داده شکر میکشم و پیام من برای همه مادرانی که همه قسم مثل من مشکلات دارن همه قسم مثل من بچه های معیوب دارن رو افتاده نشون شکر خدا تاجیکستان شهر پیشرفته شهر خوب بسیار چیزایی داره که در هیچ دنیایی نیست مکتبای خوب داره دیگه داره میتونین ببرین مکتب ها میتونین در بین اجتماع بین جامعه که کودک ما رسید کنه خوب شود